بسم الله الرحمن الرحیم. البته موضوع ما امروز تست ملاریا هستن. ملاریا برای خودتان معلوم یک پارازیت خونی هستن. ما میتونیم با میتود مختلف البته معاینه بکنیم. البته مستقیم ما پارازیت خودش معاینه میکنیم، مثلا سلاید میسازیم، بعد از سلاید ساختن رنگ‌آمیزی میکنیم، بعد از اون معاینه میکنیم. اما برای فعلا یک تستای سیرولوژیک بسیار ساده، آسان، سریع هستن. اما برای فعلا بس ما شما البته بالای تست سیرولوژیک هستن، به شکل کیت ما کار میکنیم. میره که میبینید کیت هستن، کیت ملاریا هستن، یکی پارازیت فلسفارم و یکی پلازمودیوم وایواکس. البته دو تا پارازیت در کیت معاینه میشن. و امروز البته طریقه می کیت ما میخوایم اجرا بکنیم. یم کیت هستن، اینجا راهنمایی دارن، ما نظر به راهنماییشون اعلام میکنیم. یک پیپتک دارن، قطعا ما میتونیم خون استفاده بکنیم، یا این که اگر از این استفاده نکردیم ما میتونیم توسط جستر به مقدار 5 میکرون خون تازه یا اولولد، ما میتونیم از خون تازه هم بگیریم، اولولد هم مستقیم از مریض خون بگیریم، از اون کار بکنیم. و یکی هم ما میتونیم مثلا خونی که در تیوبای ایدیتی باشه، از این هم ما میتونیم کار بکنیم. و یک چیز متوجه باشین، اینجا دو جای دارن، یکی اینجا نوشته هستن B، یکی نوشته هستن S هستن. در یک قسمت S البته مخفف سمپل هستن، ما سمپل علاوه میکنیم. در یک قسمت بفر ما البته بفر علاوه میکنیم. شروع میکنیم کار خودمون. به مقدار 5 میکرون خون تازه یا اولولد در یک قسمت وسطی یا بفر هستن. البته یک 3 قطره در یک قسمت که B نوشته هستن، 3 قطره بفر علاوه میکنیم. و مدت 15 الا نیم ساعت الا 15 دقیقه ما این تایمر میمانیم. هم تایمر هستن. این کتم که میبینین همو کت ملاریا هستن. یک نیم ساعت پیش ما کار کرده بودیم. برای فعلا نتایج مطالعه میکنیم. و این کت که هستن فعلا نگاتیو هستن. قسمی که شما میبینین و اینمی 3 دونه 3 گزینه دارن. یک اونمو سیش هست یا کنترل هست یا میشه باشن. این صحت یا عدم صحت بودن کیت نشان میدن. این پی اف کی هستن، پلازمودیوم فلسفارم است. و پی وی کی هست، پلازمودیوم وایواکس است. و زمانی ما این کیت مثبت میگیم یا اینکه نتایج ما مثبت میشن، یکی از این پی اف یا پی وی یا اردوش خط سرخ به خودش بگیرن، در اون صورت باز مثبت میشن. برای فعلا نگاتیو است، اسمها منفی هستن.